تا حالا شده توی محیط جدیدی وارد بشین و حس کنید که قبلا اونجا بودید، یا در حال گفتگو با یه نفر باشین و حس کنید که قبلا همین تجربه رو داشتید؟ بهش میگیم دژاوو. ولی از لحاظ علمی توی دژاوو چه اتفاقی میفته؟ باید بدونیم که یک قسمتی توی مغز ما هست به نام لوب گیجگاهی یا تمپورال لوب که وظیفش اینه که اطلاعات جدیدی که به مغز ما میرسه، اهم از اطلاعات دیداری و شنوایی، همه اینها رو پردازش بکنه و ابتدا به حافظه کوتاه مدت ما تبدیل بکنه و بعداً تبدیلش بکنه به حافظه بلند مدت با پردازش بیشتر اطلاعات. ولی بعضی وقتا به دلیل استرس، بیخوابی، اضطراب و دغدغه‌های روزمره این پردازش دچار خطا میشه و لوب تمپورال یک سری از اطلاعات و داده‌های جدید رو به عنوان خاطرات قدیمی میشناسه و مستقیما تبدیلشون میکنه به حافظه طولانی مدت ما. توی این مواقع ما حس میکنیم که اون تجربه رو قبلا داشتیم و اصطلاحاً دچار دژاوو میشیم. حالا جالبترش اینه افرادی که دچار صرع لوب گیجگاهی هستن این اتفاق رو بیشتر و بیشتر حس میکنن، یعنی نسبت به انسان عادی خیلی اتفاق براشون میفته و خیلی دچار دژاوو میشن. این تحقیقات علمی و شناخت دقیق مغز به ما کمک میکنه به جای اینکه پاسخهایی مثل رویای صادقه، وصل شدن به جهانهای موازی، خارج شدن از ماتریکس یا نمیدونم خاطراتی از زندگی گذشته یا این پاسخهای نادقیق عجیب رو بدیم، پاسخهای دقیق و علمی به دانسته هامون بدیم.